به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز، زبان آموزان گرامی. درس یکم است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی: ا، ب، ج، چ، د، ا. در بعض حالت ا تلفظ کرده می شود، در بعض حالت ا. ف، گ و نام این حرف یوموشک گ است. به زبان ترکی یوموشک گ، ولیکن طرز تلفظش در کلمه بعض حالت غ مثل غ تلفظ کرده می شود، بعض حالت مثل ای زبان روسی، و در بعض حالت در بسیار حالت تلفظ کرده نمی شود. ح، ا، ای، ژ، ک، ل، م، ن، او، ا، پ، ر، س، ش، ت، او، ا، و، ی، ز. این بود درس یکم. تا درس نوبتی، خدا نگهداری یکایکی شما بود.